یک کس دامولا را میپرسه که حضرت همین تابوت از پیش بگیریم ثواب بسیار است یا از خفا؟ دامولا در جواب میگه که اگر در همین درونش که نباشی از هر جایش که میگیری گرفتن گیر. حاکم شهر خواجه نصرالدین میگه که در شهر بگرد ببین که همین مردم به کدام راه پول می آورند، چی کار میکنن، به چی کار مشغول هستند. خب بعد میای میگویی که چی گپ است. نصرالدین میرود در شهر، از روبروش یک آدم میآید میپرسه خب چی کاره، چی کار میکنی؟ معلم هستم مردم درس میتیم، کسی را به خانه شو، کسی را در مکتب و به همین راه پول میآورد. کسی دیگر را میپرسه خب چی کاره، به کدام راه پول میآوری؟ خب من معمار هستم، خانه میسازم برای مردم، همین کار را میکنم، به همین راه پول میآورم. کسی پول زیادتر داره، کسی کمتر. یک از دیگر را میبینه خب من طبیب هستم، مردم طبابت میکنم، کسی شرایط داره، هر چنده که دادن به همین راه پول میآورم. در روبروی خواجه نصرالدین حضرت دامولا میآید. خواجه نصرالدین میپرسه که حضرت خب شما گپ زنی که به کدام راه پول میآوری؟ حضرت دامولا میگه که من به پول گپ نمیزنم، اول بیار 1 دینار بعد من جواب تا میگم. خب خواجه نصرالدین هم به حضرت دامولا 1 دینار در دستش میتیه. دامولا میگه که اینه به همین راه.